به نام خدا. دوستان نازنینم سلام، به چنل حکایتی شیم خوش اومدین. امروز با 4 حکایت زیبا و شنیدنی از بهلول دانا در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. حکایت بسیار زیبا و شنیدنی زبیده خاتون و بهلول. بهلول هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می آمد. در ساحل می نشست و به آب نگاه می کرد. پاکی و تراوت آب قصه هایش را می شست. اگر بیکار بود همانجا می نشست و مثل بچه ها گل بازی می کرد. آن روز هم داشت با گل های کنار رودخانه خانه می ساخت. جلوی خانه باغچه‌ای درست کرد و توی باغچه چند ساق علف و گل صحرایی گذاشت. ناگهان صدای پایی شنید. برگشت و نگاه کرد. زبیده خاتون همسر خلیفه با یکی از خدمتکارانش به طرف او آمد. به کارش ادامه داد. همسر خلیفه بالای سرش ایستاد و گفت: بهلول چه میسازی؟ بهلول با لحنی جدی گفت: بهشت میسازم. همسر هارون که میدانست بهلول شوخی میکند گفت: آن را میفروشی؟ بهلول گفت: میفروشم. همسر هارون گفت: قیمت آن چند دینار است؟ بهلول گفت: 100 دینار. زبیده خاتون گفت: من آن را میخرم. بهلول 100 دینار را گرفت و گفت: این بهشت مال تو. قباله آن را بعداً می نویسم و به تو می دهم. زبیده خاتون لبخندی زد و رفت. بهلول سکه ها را گرفت و به طرف شهر رفت. بین راه به هر فقیری رسید یک سکه به او داد. وقتی تمام دینارها را صدقه داد با خیال راحت به خانه برگشت. زبیده خاتون همان شب خواب دید که وارد باغ بزرگ و زیبایی شده است. در میان باغ قصرهایی دید که با جواهرات 7 رنگ تزیین شده بودند. گلهای باغ عطر عجیبی داشتند. زیر هر درخت چند کنیز زیبا آماده به خدمت ایستاده بودند. یکی از کنیزها ورقی طلایی رنگ به زبیده خاتون داد و گفت: این قباله همان بهشتی است که از بهلول خریده ای. وقتی زبیده از خواب بیدار شد از خوشحالی ماجرای بهشت خریدن و خوابی را که دیده بود برای هارون تعریف کرد. صبح زود هارون یکی از خدمتکارانش را به دنبال بهلول فرستاد. وقتی بهلول به قصر آمد هارون به او خوش آمد گفت و با مهربانی و گرمی از او استقبال کرد. بعد 100 دینار به بهلول داد و گفت: یکی از همان بهشت هایی را که به زبیده فروختی به من هم بفروش. بهلول سکه ها را به هارون پس داد و گفت: به تو نمی فروشم. هارون گفت: اگر مبلغ بیشتری می خواهی حاضرم بدهم. بهلول گفت: اگر 1000 دینار هم بدهی نمی فروشم. هارون ناراحت شد و پرسید: چرا؟ بهلول گفت: زبیده خاتون آن بهشت را ندیده خرید، اما تو میدانی و میخواهی بخری. من به تو نمی فروشم. حکایت بهلول و دانشمند قلابی. آوردند که در شهر بغداد عالمی بود که افکار منحرف و باطلی داشت. بهلول وقتی از عقاید انحرافی و نادرست آن دانشمند باخبر شد هر روز به آن مسجدی که دانشمند در آن نماز می‌خواند میرفت و به او فحش و ناسزا میگفت. وقتی او این کار را چند بار تکرار کرد شاگردان دانشمند دست و پای او را گرفتند و از مسجد بیرونش کردند. بهلول که دانشمند عاقلی بود و خود را به دیوانگی میزد تصمیم گرفت هر طور شده آن دانشمند و شاگردانش را از خواب غفلت بیدار کند و کاری کند که آنها متوجه اشتباهشان بشوند. به خاطر همین روزی پیش از شروع کلاس درس آن دانشمند منحرف کلوخی برداشت و در زیر لباسش پنهان کرد و به مسجد رفت. وقتی که موقع نماز شد آن دانشمند نمازش را خواند و بعد از آن برای سخنرانی بالای منبر رفت. او عقاید غلط خود را در مورد خدا بیان کرد و گفت:
فردای قیامت شیطان عذاب نمی بیند، چون دوزخ چیزی جز آتش نیست و شیطان هم از جنس آتش است و آتش به هم جنس خودش ضرری نمی رساند. او قدری در این باره توضیح داد و سپس به این نکته نادرست پرداخت که خیر و شر هر دو توسط خدا می باشد. او همینطور در مورد اینکه خداوند تعالی را در روز قیامت می توان به چشم دید صحبت ها کرد و آنقدر در مورد عقاید پوچ و باطل خود حرف زد که کاسه صبر بهلول سرازیر شد و کلوخی را که در زیر لباسش پنهان کرده بود به دست گرفت و به پیشانی آن دانشمند زد و سرش را شکست. بهلول بعد از آنکه سر آن دانشمند را شکست از مسجد بیرون رفت. شاگردان و نزدیکان دانشمند با دیدن این صحنه دست و پای بهلول را بستند و او را پیش خلیفه بردند. خلیفه وقتی این داستان را شنید بسیار ناراحت و عصبانی شد. او با لحن تندی خطاب به بهلول گفت: ای دیوانه بی‌ادب، تو چه حقی داری که چنین دانشمند محترمی را اذیت می‌کنی؟ بهلول با آرامش و خونسردی در جواب گفت: ای خلیفه، تو خودت را ناراحت نکن. این مرد 3 مسئله بیان نمود و من جواب آنها را با کلوخی که به سرش زدم دادم. اگر خلیفه کمی توجه کند متوجه منظور من خواهد شد. بهلول رو به دانشمند کرد و گفت: ای مرد که خودت را دانشمند می‌خوانی، مگر تو خودت نگفتی که شیطان در روز قیامت عذابی نمی‌بیند چون جهنم از آتش است و شیطان هم جنسش از آتش میباشد و هیچ چیزی نمی‌تواند هم جنس خود را اذیت کند؟ دانشمند گفت: بله، گفتم. بهلول گفت: این کلوخی که بر سر تو زدم از چه جنسی بود؟ دانشمند گفت: از خاک. بهلول گفت: پس چرا وقتی آن را بر سرت زدم اذیت شدی و پیشانیت شکست؟ دانشمند که دید حق با بهلول است و او درست میگوید شرمنده شد و حرفی برای گفتن نداشت. سپس بهلول گفت: ای دانشمند، مگر تو نگفتی که فردای قیامت خدا را میتوان دید؟ دانشمند گفت: بله، گفتم. بهلول گفت: آیا جای کلوخی که بر سرت زدم درد می کند؟ دانشمند گفت: بله. بهلول گفت: درد را به من نشان بده تا ببینم. دانشمند گفت: درد را چگونه به تو نشان دهم؟ بهلول گفت: ای دانشمند، درد جزئی از مخلوقات خداست. تو که نمیتوانی مخلوق خدا را ببینی، پس چطور ادعا میکنی که میتوانی خود خدا را با چشم ببینی؟ دانشمند با شنیدن این حرف بهلول سرش را به پایین انداخت و چیزی نگفت. دوباره بهلول گفت: ای دانشمند، مگر نگفتی که خیر و شر هر دو با رضایت خدا می باشد؟ دانشمند گفت: بله، گفتم. بهلول گفت: اگر چنین است من این کلوخ را با رضای خدا بر سرت زدم، پس تو چرا از من رنجیده شدی؟ این را بدان که من به خاطر رضای خدا عمل نمودم و طبق نظر تو این گفته باید درست باشد. دانشمند بسیار خجالت کشیده بود و درمانده بود و نمیدانست چه چیزی باید به بهلول بگوید. او سرش را به پایین انداخت و از مجلس بیرون رفت. خلیفه بعد از آن ماجرا فهمید که اگرچه بهلول ظاهرش شبیه انسانهای عاقل نیست، اما حرفهای عاقلانه میزند و انسان دانایی است. حکایت جالب قضاوت بهلول. هارون الرشید درخواست نمود کسی را برای قضاوت در بغداد انتخاب نمایند. اطرافیان او همه با هم گفتند: عاقل‌تر از بهلول سراغ نداریم، او را انتخاب نمایید. خلیفه دستور داد بهلول را نزد او بیاورند. بعد از دیدار با بهلول به او پیشنهاد قاضی شدن در بغداد را داد. بهلول گفت: من شایسته این مقام نیستم و صلاحیت انجام چنین کاری را ندارم. هارون الرشید گفت: تمام بزرگان بغداد تو را انتخاب کردند،
چگونه است که تو قبول نمی کنی؟ بهلول جواب داد: من از اوضاع و احوال خودم بیشتر اطلاع دارم و این سخن یا راست است یا دروغ. اگر راست است که من به دلیلی که گفتم شایسته این مقام نیستم و اگر هم دروغ باشد که شخص دروغگو صلاحیت قضاوت کردن را ندارد. هارون الرشید اصرار فراوان کرد و بهلول درخواست کرد که یک روز به او مهلت دهند تا فکر کند. فردا صبح بهلول بر چوبی نشست و در خیابانها فریاد میزد: اسبم رم کرده، بروید کنار تا زیر سمش گرفتار نشده اید. مردم گفتند: بهلول دیوانه شده است. هارون الرشید لبخند تلخی زد و گفت: او دیوانه نشده، او به خاطر حفظ دینش از دست ما فرار کرده تا در حقوق مردم دخالتی نداشته باشد. حکایت زیبای بازرگان، قاضی و بهلول. بازرگانی در شهر بغداد زندگی می‌کرد و از مال دنیا بسیار داشت. روزی می‌خواست به سفر حج برود. دار و ندار خود را تبدیل به جواهر کرد و آن را در کیسه قرار داد و پیش قاضی برد تا به صورت امانت به او بسپارد. قاضی گفت: من امانت کسی را قبول نمی کنم. آن را بردار و پیش کس دیگری ببر. بازرگان به درستی قاضی بیشتر مطمئن شد. اصرار کرد که قاضی امانت او را قبول کند. قاضی گفت: من کیسه تو را لاک و مهر می کنم. خودت ببر در یکی از قفسه های دست راست کتابخانه بگذار. بعد از سفر هم بیا آن را بردار و ببر. بازرگان قبول کرد. قاضی کیسه او را لاک و مهر کرد و بازرگان آن را برد و در گوشه از کتابخانه قاضی گذاشت. بعد به سفر رفت و حج خود را انجام داد و با مقداری سوغاتی نزد قاضی برگشت. قاضی از گرفتن سوغاتی امتناع کرد، اما بازرگان اصرار کرد و او پذیرفت. بعد بازرگان سراغ امانتی خود را گرفت. قاضی گفت: کدام امانتی؟ بازرگان نشانی داد. قاضی گفت: اگر در کتابخانه گذاشتی حتما همانجاست. بازرگان به کتابخانه قاضی رفت و کیسه خود را با لاک و مهر دست نخورده آنجا دید، اما چیزی در کیسه نبود. سوراخی در ته کیسه بود. بازرگان بر سرزنان نزد قاضی برگشت و ماجرا را به او گفت. قاضی گفت: خانه من موشهای بزرگی دارد که به جواهر علاقه‌مند هستند. حتما آنها بردند. بازرگان بیچاره گریان و نالان در کوچه ها می رفت که بهلول او را دید و علت گریه‌اش را پرسید. بازرگان قضیه را گفت. بهلول گفت: من کار تو را درست می کنم. از آنجا به نزد برادرش هارون الرشید که خلیفه بغداد بود رفت و از او خواست تا حکمی بدهد که او پادشاه موش هاست. هارون الرشید بسیار خندید و حکم را به دست بهلول داد. بهلول 500 نفر را با بیل و کلنگ راه انداخت و به خانه قاضی رفت و دستور داد پیهای خانه را بکنند. نوکران قاضی به او خبر دادند: چه نشسته‌ای که الان خانه‌ات خراب می شود. قاضی چند نفر را فرستاد تا علت را از بهلول بپرسند. بهلول در جواب گفت: میخواهم این خانه را خراب کنم و تمام موشهایی را که زیر پی هستند تنبیه کنم و جواهری را که از حاجی بازرگان برده‌اند پس بگیرم. فرمان هم از خلیفه گرفتم. قاضی آمد و گفت: دستم به دامنت، بگو پیها را نکنند. من جواهر بازرگان را صحیح و سالم به تو میدهم تا به صاحبش برسانی. بهلول به کارگران دستور داد دست از کار بکشند. قاضی رفت و جواهر را آورد. بهلول با جواهر نزد خلیفه رفت و گفت که بازرگان را بخواهند. بازرگان آمد و بهلول جواهرش را به او پس داد. هارون الرشید دستور داد ریش‌های قاضی را بتراشند و بر خری برهنه سوار کنند.
چنین هم کردند. لوحی هم بر گردنش آویختند که بر روی آن چنین نوشته بود: سزای خیانت در امانت چنین است. دوستان نازنینم، کدام حکایت از نظر شما زیباتر و شنیدنی تر بود؟ اگر از این ویدیو خوشتون اومده، حتما از این ویدیویی که روی صفحه به شما نشون داده شده هم لذت خواهید برد. روی اون کلیک کنید و به تماشا کردن ادامه بدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا حکایت بعدی، خدا نگهدار.